ایلف و صفیه اونا خوب هستن اما ماما ذوالفقار، تیمور، آینورا، طلحه، اردم، تکین، معاکف، کلشان شهید شدن. عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ستایش خدای راست پروردگار عالمیان، خدایی که بی اندازه مهربان و نهایت با رحم است، مالک روز جزا است. تنها تو را می پرستیم و تنها از تو کمک می خواهیم. بنما ما را به راه راست، راه کسان را که نعمت خویش را بر آنان ارزانی کرده ای، نه راه کسان را که مورد خشم تو واقع شدند و نه راه گمراهان. پروردگارا، گفته های نفس اطاعت میکنیم و او را انجام میدیم. میفهمیم و باور داریم که بر هر کار فقط تو توانا هستی. هر کس که پیروز شوه یا هر کسی که شکست بخوره، هیچ کار بدون خواست تو انجام نمیشه. حتی برگ بدون اجازه تو از درخت پایین نمیافته. یا الله، تو ذات هستی که محمد صلی الله علیه و سلم حفاظت کردی. تو ظلم نمی کنی، خود ما ظلم میکنیم. یا الله، ما با منصرف شدن از راه تو و رفتن در پی خواهشات نفسانی بدون شک در حق خود ظلم میکنیم. یگانه دلیلی که حال دشمن به ما ظلم میکنه ای است که ما به خود ظلم کردیم. از ظلم تمام ظالما به تو پناه میبریم یا پروردگارا. ما بسیار
غافل شدیم، گناهکار شدیم، محکوم شدیم و مغلوب شدیم. با رهنمایی های قرآن و سنت بیدار نشدیم. تو ما را به وسیله ظلم دشمن ها بیدار ساختی. حالیان به ما لطف کو یا رب. با ما قدرت و توانایی بده که در برابر دشمن از خود دفاع کنیم. با ما صبر عطا فرما یا پروردگارا. پروردگارا، ما را از صلح و آشتی که دین اسلام به او تاکید میکنه مستفید فرما. و مثل که در غزوات به پیامبر ما کمک کردی، ما را نیز از او کمک های بی پایانت بی نصیب نساز و ناامید نفرما یا الله. یا رب، اتحاد و اتفاق ما را از ما نگیر لطفا. در بین برادران دینی ما به جای دشمنی محبت دوستی حکم فرما خدایا. فرزندهای شجاعی سرزمینه دشمن جانی هم دیگر نساز و توفیق خدمت به وطن برشان لطف کن. orxon بیادر تا زدم کردیم. تو میخوای که مرا گریه بچی؟ من چای نمیخوایم. گپ بزن. اجازه نمیتون بدنت میکروبی شوه. ایره ده چند سالگی خالکوبی کدی؟ 9 سالگی؟ نه نمیفهمم.
بگو لعنتی گپ بزن. تمام چیزهایی را که میفهمیدم برات گفتم. از طرف سایه آمده بود و ای که سایه کی از نمیفهمم. تشکر میکنم. چقدر یک طفل مقبول. دا آینده میخوایی چی کارا شوی؟ پلیس. میخوایی آدم های بد بازداشت کنی؟ بله. جالب است. آفرین به تو. تشکر میکنم. بریم دیگه جانم. این فکر احمقانه را نمیفهم که در ذهنیت فال جا بجا میکنه. خدا خسته نساز. ما منتظر شما بودم، بفرمایید. در استانبول زندگی در ساحه آسیایی خوب است و یا هم اروپایی. اگه میخواهیم که یک زندگی آرام داشته باشین، به نظر من زندگی در آسیا بهتر است. نظر تو چی است؟ من همیشه طرفدار اروپا هستم. به نظر تو کدامش خوب است؟ من دیگه اروپا را ترک میکنم. هر قسم که تو بخوای. ای بار آسیا را انتخاب میکنم. انگلستان. آسیا خودت هستی؟ منظورت نفهمیدم.
ما از سایه برات خبر آوردیم. بیا. کدام خبر تازه است جاهد؟ نه خیر رئیس، او شخص قبول داره که تحت دستور او کار میکنه، اما نمیفهمه که سایه کی است. اگه میفهمید تا حالا اقرار میکرد. رئیس، این نفر چه قسم پیدا کنیم؟ در مورد او هیچ چیزی را نمیفهمیم. بسیار یک گپ مهمه من میفهمم جاهد. تمام کارا را به خاطر گرفتن عصا انجام دادن. رئیس، او عصا چرا قدر مهم است؟ هنوز نمیفهمم، اما ای که چرا قدر مهم است فهمیدن یا مهم است که به کی قدر ارزش داره. آقا سو آمدن رئیس. خوش آمدین. خوش باشین. بفرمایید. در نتیجه بررسی‌هایی که در مورد عصا انجام دادم به بعضی معلومات دست پیدا کردم. بگوین مشنو. قسمی که حدس می‌زدیم عصا یک آله نمادین است. صدها سال است که کائنان بر شخصی که قدرت به تنهایی عصا را به او تسلیم می‌کنند. این چه رقم یک قدرت است؟ کسی که مالک عصا باشه سر تمام خانواده ها نفوذ بسیار زیاد می داشته باشه. از پیش اعلی حضرتی که شما این عصا را گرفتین همین قدرت را در اختیار داشته. پس کسی که حالا عصا را به دست میاره اعلی حضرت جدید تعیین میشه. البته بعضی قوانین وجود داره. کسی که میخواد عصا را با خود داشته باشه باید از جمله کائنان باشه و از نسل خود آگاهی داشته باشه. با یک محفلی که در زمان و مکان مشخص انجام میشه عصا به مالکش تسلیم میشه. به نظر تو کی بوده میتونه جاهد؟ رئیس، یگانه کسی که تسلیم میشد اسمش کاردینال بود، اما با عملیات هرم که سال گذشته انجام دادین دستگیر شد و به زندان رفت. او کاردینالی که بازداشت شده بود فعلا در زندان نیست. ما به یک شکلی از بین خود کائنات از این موضوع آگاه شدم. معلوم که کو شخص در کجا است جاهد؟ درست است رئیس. رئیس، کاردینال امروز از واتیکان به قبرس آمده. یعنی که تسلیم دهی قدرت در قبرس انجام میشه.
چی کردی چاخوری؟ نشانی کاردینالا پیدا کردم، برتان روان میکنم. درست است، روان کو. بیا در ما بیایم. نه خیر چاخوری، منتظر خبر ما باش. طرف راست همینجاست. دا اینجا کسی نیست. چی کنم رئیس؟ با غازی زنگ بزن جاهد. او میفهمه که محفل در کجا برگزار میشه. همراه غازی گپ زدم رئیس. گفت شاید در کلیسای بارناباس انجام شوه. براتان بسیار یک مژده حیران کننده دارم. امانتتان اعلی حضرت. با تسلیم نمودن این امانت به مالک شما دوباره معبد ما را از سر احیا کردین. تا وقتی که معبد ما وجود داره این خدمت شما فراموش نخواهد شد. کاردینال عزیز، شرطایی را که گفته بودم اگه بجا شوه، باز اگه فراموشم شدم خیر است. حال دیگه شما در بین خاندانها بسیار یک قدرت بزرگ به دست آوردین. البته اگه متوجه باشی شرایط ما را رقم میزنیم. سالها به خاطر منفعت‌های مشترک ما جان خدا در خطر انداخته جنگیدیم. تمام کارهای کثیف کی حل کرد؟ ما. و امروز کاردینال عزیز، اما تو که قول داده بودم اساره به شما آوردم و مطمئن هستم
که شما هم به تمام قولای داده شده خود عمل میکنید. حالا لطفا نقشه مرا با مهر سرخ خود مهر کنید. باید کمی صبر داشته باشیم. تمام تحولات سیاسی را در منطقه مد نظر گرفته ما و شما با هم یک جا حرکت میکنیم. در این مورد با هم تفاهم کرده بودیم. در این مورد تصمیم به ما اعلام کرده بودیم. این کار از طریق زور عمل کرده میتونم. زور راه را که بسیار خوب بلد هستم. اما قدر گستاخی تو کافی است. فکر میکنی که ما اجازه میتیم که تو باری یک شخص بی‌نسب در اینجا صاحب قدرت شوه؟ ها؟ نام ما سایه است. یک قدرت استثنایی در روی زمین و نسب من با خودم آغاز میشه. یک بار تو جان من نجات بده. قرضت میکردم. عملیات خدا آواز کن. استاد و اشخاصی که اندر شخص پیش می فهمیده است محترم. اطراف خانه معطل شده. باید شما را از بیرون بکشند. عجله کنید.